امروز اشتنه خوبی بخیره شکر به شما که کار دارو باش همون دنیا پیش شما دیگه حلاف میبریم اون روز اشتنه خوبی بخیرین سلامتی چی گپایه خوبه دیگه هم زمین هم داره شد دیگه کم مونده اون روز گیلک به کجایه؟ گیلک دیگه زن نمزاد خوردش بود در بازار که چیز نیدی بستانم با من روز محمد انت میفتم با چه گفتم باشه شما کمی کار داشتم گفتم باشه بگم به شما ما اون روز امروز صبح ما به مارکت رفتم که به خود کوش خودی واسکت بخرم گیلک و زن هم بدیدم داخل مارکت من نمیفهم بالاخره چی میخرید اینا ما اون روز همیت این دو نفر بچم به سر چی جنگ نمیکردم اون روز همیت ای بزوم میگفت یک دین برات عظیم شد یک دین برات عظیم شد و تامی مارکت ما اون روز هر چی نفر به طرف از اینا نگاه میکرد یعنی رسی خود جنگ میکردم نه ما اون روز نمیگم خدا نکرده جنگ دعوا کنم دیگه را بزنن بیت شوخی مخسرگی میکردم ما اون روز یک دین به تاشونو از خود چپات میزد یک دین به تاشونو از خود چپات میزد میره و پیش اون مایکانو عکس میگرفتن یک کارای نمیکردن تای مارکت ما اون روز که ما اونجا استاد بودم نه تونست بو کمی همسایه منه راست میگی ها ما از شما دروغ نمیگم من مایکانو کو دیدین دیگه و پیش اینا خورا مثل عکس میگرفتن آخرام دکاندار یک دکان بود اونجا گفت کاکا جو گفت اگه می یک کلمه مایکانه بده گفت اگه این بور از تو گفت اینجا نست که مشتری ها میاد گفت که اینجا می عکس میگیری شوخی مکسرگی میکنی ما زمین تا غرق شده بودیم ما زمین تا نگاه میکردم زمین تا خب ما دیگه بیچ بالاخره چی نگفتن کی همسایه ما گفت ما همسایه مارکت نفرای میگه که تو سعی کدی نشتی همسایه دارم بعد لباس ما گفت که من میرم به لباس بدم خوب بخرم یا لباس تا مارکت کارو میکرده ما اون روز خیلی بزو بعد بیان بفهم اون آخه بعد باشه بیا خود کنه میفهم کم عقل پایینه دیگه سادگی که باشه بیا ما باشه شما بگم که بعد یک دم مارکت با نیاد دوباره ما کمک کنم نه خیر بینی بله خدافظ خوشم با ما اگر بدیدم من برای میگم رنگا که تو به خاک شه تو تا مارکت میری که لباس بسنی تو کارا میکنی شوخی مسخرگی میکنی خودت هم خوب وای 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 مردم میای ما یک سر تو موقع پول کنه تو موقع فکر بکن پیران خوش کردی جگر جو خوش نکردم اصلا گرون دو با خاک ساخته سر تو کوشا خوب که زکنی میکنی کوشا بیا بخیمی درخت بکسی که از کم بگیریم دیگه اینا ما چی تا جمع میشدن لکه شدن مردم بکن داره میگو انمی درخت بس که پیش درخت لباسا باشه این دیگه بگذاره لباسا هم بیایه جگر اما نفته که به تجوی نفته خب برو خیره باشه انا ایتمی نه باشه میتو باشه اکسا بکن باشه یک سیلفی هم بگیریم سیلفی ولی تو لباسا رو هم بگی به دست خود باید لباسا بزن تا سر تو نه این تا سر تو بگی آن اینجا گلت تکو میکنه آن اینجا گلت تکو میکنه نه دست ما باشه نه دست خود بگذار بگی نه دست خود میتونی بگی دست خود بگی دیگه جیجا خلاص دیگه اما رو بگیم بالا کن بچه خاله من بیام خوش امیچه بس که بچه خاله من بیای تو دست خود بده بیا بالا شو میگم جیفت بالاش بیا بچه خاله بس کن بس آن بچه خاله بچه خاله اشتن بچه خاله خیرات جنجاله کمی گونی تا کنم چی گپا اشتن جنجاله تیار هستی یعنی خدایی من خیلی می بچه خاله جنجاله ساعت چی گپا تیار هستی شکر زنده باشه
کجا بودی عروس خالشتنه؟ شکر جان شما جور خیریت بخیرین. شکر زنده باشین. کجا بودی بچه خاله؟ برفتیم به مارکت الان تو خرتپت خریدیم و توشخال خریدیم. به نوزبات خود رخ خریدم، کش خریدیم، دیگه آرایش خریدیم، لسپرین خریدیم، رنگ نخون خریدیم. یک دقیقه گوشی دست بچه خاله خودی هم از ما یک عکسی بگیر. یک عکس که بگیریم بچه خاله. یاره بچه خاله تو که خوبه. از اینجا بگیریم. پول داری برفتی بخریدی ما که نداریم امسال بخور. خب. بچه کی بود بچه خاله؟ خونه باید. آنه بگیریم. بریم از اینجا. بابا ما به گپی نکس نمید. خوب عکسی بگیرم بگیر. تو کن بالا خی. اوبر بالا خی. اینجا بسیکا. اینجا بسیکا. بیا. جیگر جو بیا. جیگر بیا ایبر. ایبر بسیکا. کم پیشتر بسته من از خاله. من جیگر جو اوبر بسیکا. بعد دیگه. ما خب بیگونه نیست. میفهم شوهر منی خب من کی گفتم نی. تو شوهر منی. نه ما شوهرتون ما. من میفهم. سکو. من انگار که از او بر شغالی میبینم خب. من شغال انگار که میبینم از او بر که شغالی مجه. من با مالت سیر کردنم عشق بگیرنی لیلا خوبه. بگیر بچه خاله بگیرین که هوا گرم. اون شغاله. کجا کی اون شغاله؟ بگرفتم. بگرفتی؟ بگیریم. خیر بینی. باشه قاضی برام شما بگیرین خود دست خود چه خاله درست کنه. بله. اون شغاله. دیدم. بدیدی؟ آنه بچه خاله. آنه. خیر سگ بینی. گشتاک سولوکس. کولا؟ گیلا. بیا بچه خاله بریم به خونه ما بریم دیگه خانم نمزاد تام خودتونه دیگه کجا میری حاله؟ هوام گرمه. من میرم دیگه این خاطر که چیزه؟ سلامت باشین. کی؟ سلامت باشین. تو سلامتیم خونه ما خونه شما نروز خاله چی فرق میکنه بریم خونه ما بریم گیلا. زنده باشین. بریم. مونده هم بود شدیم بریم همینجوری دم خور راست کنیم موندگی خور کم کنیم باز حرکت کنیم بریم به خونه خونه بستیم. شب هم اگه میستیم بستیم اگه نمیستیم نمازدگر با بریم به خونه خو بریم اشته. بچه مردم بگه باش. بریم. که میگه بریم. بریم. میریم اختلاط میکنه بچه خاله ساعت مام تیر میشه بیا عادتاً بچه خاله دیگه من میفهمم بگیر همین کمک کن دیگه من کفتم بالا کو کی خیلی سنگینه بریم ما 2690 ریپی بخریدیم. 2690 نه خوب کاری هر سال میخرم. خوب کردی مجبوره به خونه آدم بخره دیگه با نوزبات خو خریدم. خوب کردی گیله خوب اسکو جیگر من رفتی بجو. خوب کردی بچه خاله جیگر جوش که بجو نفتی. کجا میری شما؟ سرا بدون لالا از سرا آمدم. لالا امال مادر گلک زنگ زدم به مادر ما که امشو دادی ما به خونه اینا مسته صبح گلک رو ببردی بود به خرید بردی بود گفتم حالا امشو مسته باشه ما چی رقم کجا رفته بوده؟ نمزاد خور گلک ببردی بود که به زور رفته کش بستونه. خب که چه کار شد حالا که تو بیامیدی از اینجا؟ امشو زنگ زدن که امشو مسته به سرا ما. نه به گوشیش ما هم زنگ زدن گوشیش ما به دسترس نبود. یعنی حال برفته به خرید رفته تو اینجا برای شور هم بسته که ولی آخه مادر خبر ندارم که من روز اول به زینا گفتم تا پیشکش رو خلاص نمیکنی اجازه نداری که بیایی شو به خونه ما بستی یا نمزاد خود شو ببری به خونه خود هر روز میتونی بیایی به خونه ما یا ببری به جامعه به خریدی به خونه خود منتا شو بعد بیایی به خونه نه خبر ندارم برو بگو زنگ خود تو نرو مثلا برو تورو بسرا گیلا کنه خوار دا بیار بس بفهمیدی حتی همین زمینا بدم دی برو بونه اعلام نکنم خوار دا بیار بگو برار من رمضان گفتن ما اجازه نیه هر وقتی که پیشکشو خلاص که بیای با زن خور ببر عروسی کنه ببره بیخی دیگه نیاره خب الان خبر دارم از این گپ که من به زینا گفتم با ننه ره که گوشی شما خاموشه ما چون چکار شده فلان شده حتی همین زمینا بدم دی زودی بری بیای کان شوم شو لالا ایت گل خوار ما بخونه شما نه بله خود گیلک دومات شما نه ولی اما خوب دادیم صدا کنه که بیایم چرا خیریته خاطر میریم بخونه کو اونا خود برار ماتا را اونا را ورده بود اگه باز قرار بس تا کنه میمون ما باشه نه دیگه میریم بس چرا گپ شده گپ گفته شده نه گپ گفتی نه خاطر مادر من نجورم گفتم برو داده شفای بده
خب اونا حال قرار شو بس تکم کو نه دیگه واسه مادر من نجور برم مگه نمیفهم بالاخره خود نورالله برار ما آدم مثل که بازار بیدم به خرید بیدم اشته بیده و تر آگو به جلو ما خوردم سخت کرده بود اینا بیا بیده بالاخره خب بیا ولی بریم به خونه بشینیم یا میرم دیگه اونم اگه برم مثل اختیار خود دارم خب پس بیا برو به خونه برو همین ساگ هم مثل در سرا بیده ندیدیم تک پیچه ساگ ما بیرون شده از سرا یاری حواس من نبود خب تو برو به خونه اونا رو سعی کن لالا میرم مثل اختیار خود دارم دیگه خونه خود شمانه من برو سعی کنم این ساگ تصمیم از نگیره با تک پیچه به در شده خوبه